سلام، خوش اومدین به اولین ویدیوی کانال دوم من. خلیل خان هستم و امروز قراره که با هم 10 سوتی سریال محبوب یوسف رو با هم بررسی کنیم. و اول ویدیو عرض کنم که هدف از گفتن این سوتی ها عیب گرفتن برای این فیلم نیست، بلکه مشهوریت هست بیشتر این فیلم است. امیدوارم که خوشتون بیاد و کانال من رو سابسکرایب کنید تا منم سوتی های همه فیلم ها را بازاری کنم. خب، اشتباه اول این ویدیو زمانی که یوسف به زندان میره و سردسته نگهبانان به او گفت که نباید به هیچ عنوان با هیچ یک از زندانیا ارتباط برقرار کنی و اونو از این کار منع میکنه. اما بعد از ورود او به زندان و ارتباطی که با زندانیان داشت، اونجا رئیس زندان شخصا میگه من تو رو از این کار منع نکرده بودم. اما این گفته رئیس زندان نبود، بلکه صحبتهایی بود که سردسته زندانبان گفته بود. و اشتباه دوم در قسمتی از فیلم که هنوز یوسف کوچیکه و داره برای پوتیبار قصه میخونه، روی لب پایینی یوسف یک زخمی دیده میشه، ولی در ادامه همون سکانس وقتی برمیگرده به اتاقش و لب پنجره وای میسته و دعا میخونه، دیگه خبری از اون زخم نیست و این غیر ممکنه شه در این مدت کم این زخم خوب شه. و خب، اشتباه سوم در قسمت 28 سریال حین تشییع جنازه پوتیبار یک اشتباه خیلی بزرگ رخ میده که از نگاه تصویر بردارن دور میمونه و اون اینه که وقتی پوتیبار میمیره و جسدشو میخوان ببرن طرف رود، پشت کشتی که اونو میبرن افرادی با لباس و تیشرت امروزی دارن دیده میشن که در اون زمان همچین لباس های وجود نداشت. و اشتباه چهارم، هنگامی که یکی از کاهنان از اتاق پوتیپا خارج میشه کاملا سالمه و هیچ مشکلی نداره، اما چون به حیات بیرونی میرسه شروع میکنه به لنگیدن و احتمال داره که در میانه راه مشکلی پیش اومده که مجبور شده با همین حال سکانس رو به اتمام برسونه. اشتباه پنجم، سریال یوسف آنقدر جذابه که بیننده فکر میکنه تمام ادوات استفاده شده واقعی است، اما در یکی از سکانس ها که نگهبانان معبد آمون به مسئولین تقسیم گندم یورش میبرن مشخص میشه که نیزه ها پلاستیکی هن و موقع ضربه زدن کج میشن. و اشتباه ششم، این اشتباه زمانی رخ میگیرد که برادران یوسف میخوان که مخفیانه از مصر خارج بشن. در همین هنگام ماشین سفید رنگ از پشت سر اونها رد میشه و این سکانس هم پخش میشه. و اشتباه هفتم، این اشتباه که میتوان گفت اشتباه بزرگیه به این ترتیبه که یوسف در یکی از قسمت ها که کوچیکه به مالک میگه که پیامبر خداست و در قسمت دیگر که تقریبا بزرگ شده باز هم به زلخواه میگه که پیامبر الهی است. اما زمانی که در زندان به سر میبره به اونها میگه که میخوام چیزی به شما بگم که تا به حالا به کسی نگفتم، ولی این رو به چند نفر دیگه هم گفته بود و این غیر ممکنه که پیامبر خدا دروغ بگه. اشتباه هشتم، در یک سکانس که کاهنان معبد با یکدیگر بحث میکنن دست یکی از اونا شمشیر که خونی روی آن دیده نمیشه، ولی درست در همون سکانس از زاویه دیگه نشون میده که شمشیر آغشته به خونه و این هم یه اشتباه محسوب میشه. اشتباه نهم اونجای صورت میگیره که مجسمه های ساخته شده در حوالی قصر با افتادن سربازها روی آنها به حرکت در میآیند و تکون میخورند
که در اینجا مشخص میشه که مجسمه های ساخته شده در این سریال واقعی نیستند و پلاستیکیه. اشتباه دهم، اما آخرین اشتباهی که در این ویدیو میخوایم به اون بپردازیم در قسمت آخر رخ داده و اون هم زمانی که یوسف برای ملاقات پدرش به خارج شهر میره و مردم دنبال اون از شهر خارج میشن. دقیقا در همین صحنه که از بازیگران گمان این که از دوربین خارجه به همراه چیفت دستی جدید و امروزی که زیر بغل دارد به جمع مردم ملحق میشه.